اسرائیل در 1948 تأسیس شد. اما چگونه؟ سلام و درود. خیلی خوش اومدید به باید بدانی. ریشه های تأسیس دولت اسرائیل به قرن 19 برمیگرده. در آن زمان یهودیان اروپا با تبعیض و آزار گسترده‌ای روبرو شدند. در واکنش جنبشی به نام صهیونیسم شکل گرفت. صهیونیست ها خواهان تأسیس کشوری برای یهودیان شدند. برای تأسیس این کشور از لیبلی به نام سرزمین مقدس در قلب فلسطین استفاده شد. فلسطین سرزمینی خوشاب هوا با خاک حاصلخیز چسبیده به دریای مدیترانه بود. فلسطین در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود که جمعیت آن عمدتاً مسلمان با اقلیت‌های مسیحی و یهودی بودند. نخستین مهاجرت یهودیان به فلسطین در دهه 1880 میلادی آغاز شد. در سال 1896 تئودور هرتزل کتاب دولت یهود را نوشت. او را میتوان بنیانگذار رسمی صهیونیسم مدرن نامید. هرتزل در سال 1897 کنگره صهیونیستی را بنیاد نهاد. هدف آن تأسیس یک وطن ملی برای یهودیان بود. در سال 1914 جنگ جهانی اول آغاز شد. امپراتوری عثمانی که با آلمان همپیمان شده بود، بهانه را به دولت بریتانیا که دشمن عثمانی بود و به دنبال نفوذ در خاورمیانه بود داد. یهودیان نفوذ بسیار زیادی در دولت بریتانیا داشتند. بریتانیا نیاز به حمایت یهودیان به ویژه در امریکا داشت. بریتانیا تصمیم گرفت از صهیونیسم حمایت کند. در سال 1917 وزیر خارجه بریتانیا آرتور بلفور بیانیه‌ای صادر کرد. این بیانیه به بیانیه بلفور معروف شد و متن نهایی آن تنها 67 کلمه بود. در آن آمده است که دولت بریتانیا از ایجاد وطن ملی برای یهودیان در فلسطین حمایت می کند. اما تأکید کرد که حقوق غیر یهودیان نباید نقض شود. از ویژگی‌های نوشتاری این بیانیه باید بگویم زبان بیانیه عامدانه مبهم و دو پهلو بود. این بیانیه اولین حمایت رسمی بین المللی از صهیونیسم بود. فلسطینیان و کشورهای عربی به شدت اعتراض کردند. بریتانیا قبلتر به عربها وعده استقلال داده بود. این تضاد موجب بی‌اعتمادی گسترده‌ای شد. بعد از جنگ بریتانیا قیمومیت فلسطین را از جامعه ملل گرفت. موج مهاجرت یهودیان به فلسطین شدت گرفت. در دهه‌های 1920 و 1930 مهاجران زیادی وارد فلسطین شدند. تنش میان یهودیان مهاجر و جمعیت عرب افزایش پیدا کرد. شورش‌ها و خشونت‌های خونین در مناطق مختلف آغاز شد. بریتانیا سعی کرد بین دو طرف تعادل برقرار کند، ولی موفق نشد و سیاست‌هایش دچار تناقض شد. در سال 1939 بریتانیا مهاجران یهودی را محدود کرد. یهودیان از این تصمیم به شدت خشمگین شدند. در همان دوران جنگ جهانی دوم شروع شد. در اروپا هولوکاست میلیون‌ها یهودی را قتل عام کرد. افکار عمومی جهان به نفع یهودیان تغییر کرد. پس از جنگ تقاضا برای تشکیل دولت یهود بالا گرفت. بریتانیا از مدیریت بحران فلسطین خسته شده بود. این مسئله را به سازمان ملل ارجاع داد. در سال 1947 سازمان ملل طرح تقسیم فلسطین را ارائه کرد. بر اساس آن فلسطین به دو کشور عرب و یهودی تقسیم شد. یهودیان این طرح را پذیرفتند ولی اعراب آن را رد کردند. درگیری‌های خشنی بلافاصله پس از تصویب این طرح آغاز شد. در 14 مه 1948 بن‌گوریون تشکیل دولت اسرائیل را اعلام کرد. روز بعد 5 کشور عربی به اسرائیل حمله کردند. جنگ با پیروزی اسرائیل پایان یافت. صدها هزار فلسطینی از این اتفاق آواره شدند. اسرائیل در مرزهای گسترده‌تری نسبت به طرح سازمان ملل تثبیت شد. جهان به تدریج اسرائیل را به رسمیت شناخت.
ولی مسئله فلسطین حل نشد. آوارگان فلسطینی به کشورهای همسایه پناه بردند. آنها هنوز حق بازگشت به وطن نیافتند. بیانیه بلفور یکی از اسناد کلیدی پیدایش اسرائیل بود. این بیانیه زمینه‌ساز حضور سیاسی یهودیان در فلسطین شد. بریتانیا با این بیانیه مسئولیت بزرگی بر دوشش گرفت. اما بسیاری میگویند که بریتانیا نتوانست یا نخواست آن را به درستی اجرا کند. به دلیل لحن دو پهلوی این بیانیه، امروزه این بیانیه همچنان موضوع مناقشه است. گفته می شود یهودیان اسرائیلی آن را آغاز تحقق آرمان ملی خود می نامند و فلسطینیان آن را خیانتی بزرگ در حق تاریخ چند هزار ساله خود می نامند. ده‌ها سال درگیری ریشه در آن 67 کلمه دو پهلو دارد. نه فلسطینیان به سرزمین مادری خود رسیدند و نه آنچه یهودیان سرزمین مقدس خود می نامند تشکیل شد. منازعه اسرائیل و فلسطین پیچیده‌تر از همیشه است، اما درک بیانیه بلفور کلید فهم آغاز این بحران است. تاریخ اسرائیل با آن بیانیه کوچک وارد مرحله جهانی شد. کسانی که کشور اسرائیل را تئوریزه کردند در برابر اسرائیل چنین میگویند: اسرائیل در سرزمین اسرائیل واقع شده است. در دوران باستان این منطقه شاهد سلطنت متحد اسرائیل و پس از آن پادشاهی یهودا و پادشاهی شمالی اسرائیل بوده است. اسرائیل مدرن در سال 1947 میلادی با تصویب قطعنامه 181 سازمان ملل تقسیم فلسطین بریتانیا به دو کشور اسرائیل و عرب و اداره شهر اورشلیم به صورت بین المللی شکل گرفت. آنها میگویند این طرح موافقت سران اسرائیل را در پی داشت، اما اعراب فلسطین و دولت‌های سرکش عرب بیدرنگ آن را رد کردند. در نتیجه اسرائیل مجبور شد از تاریخ 30 نوامبر 1947 تا 14 مهر 1948 میان شبه نظامیان عرب و یهودی نبردی خونین به وجود بیاید و دولت اسرائیل مجبور شد پایان قیمومیت بریتانیا بر اسرائیل را با صدور منشور استقلال امضا کند. آنها میگویند این سرزمین از آغاز مربوط به کشوری به نام اسرائیل بود. قومی به نام بنی اسرائیل برای اولین بار در یک کتیبه مصری باستان مربوط به 1200 سال قبل از میلاد حضرت مسیح ظاهر می شود. تصور می شود که اجداد بنی اسرائیل شامل مردم باستان که زبان سامی داشتند بود. بر اساس گزارش باستانشناسان مدرن، بنی اسرائیل و فرهنگ آنها از طریق توسعه دین تکپرستی و بعداً توحیدی با محوریت یهو از قوم کنعانی و فرهنگ‌های آنها منشعب شده بودند. آنها به شکل باستانی از زبان عبری صحبت می‌کردند که به عبری کتاب مقدس معروف است. آنها می‌گویند در همان زمان فلسطینیان در دشت ساحلی جنوبی مستقر شدند. این افراد از قول باستانشناسان مدرن میگویند تا حد زیادی تاریخ نگاری و روایت تورات در مورد پدرسالاران، خروج و داستانهای فتح شرح داده شده است. آنها کتاب یوشع را کنار گذاشتند و این روایات را به عنوان افسانه ملی بنی اسرائیل می‌دانند. با این حال به نظر می‌رسد برخی از عناصر این روایات که اصطلاحاً افسانه گونه است، ریشه تاریخی نیز داشته است. یعنی از ترکیب حقایق و داستان و خیال تاریخی به وجود آمده است. بعد از تصرف بابل در سال 539 قبل از میلاد، کوروش کبیر، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی در ایران، اعلامیه‌ای را ارائه داد که مفاد آن بر جمعیت تبعیدیان یهودی اجازه بازگشت به یهودا را داد. به جمعیت یهودی که بازگشته بودند اجازه داده شد تا معبد را خودگردان و بازسازی کنند. ساخت معبد دوم حدود 520 سال
پیش از میلاد حضرت مسیح پایان یافت. ایرانیان بر این منطقه به عنوان استان یهودی نشین حکومت می کردند که در قرون پنجم تا چهارم پیش از میلاد حدود 30,000 نفر از جمعیت یهودیان را در این استان جای دادند. در سال 332 قبل از میلاد اسکندر مقدونی این منطقه را به عنوان بخشی از لشکرکشی خود علیه امپراتوری ایران فتح کرد. پس از مرگ او این منطقه تحت کنترل امپراتوری‌های سلوکی به عنوان بخشی از کوئل سوریه شناخته شد. در طول قرون بعدی یونانی شدن منطقه منجر به تنش‌های فرهنگی شد. این افراد این تاریخ یا شبه تاریخ‌ها را بسط دادند که قسمت‌هایی از آن واقعیت و قسمت‌های دیگر آن دستکاری در تاریخ است. اینکه آیا حقیقتاً یهودیان از ابتدای تاریخ در آنجا سکونت داشتند یا قومی مهاجر بودند، به دلیل حساسیت‌های یوتیوب درباره آن سکوت می‌کنیم.